سلام، وقتتون بخیر باشه. صبح روز دوم از سفریم. ساعت 6:27 قرار امروز از ایران شهر بریم به چابهار. دیروز حبیب چند جا رو به ما معرفی کرد و رفتیم توی یکی از مزرعه‌ها نشستیم، یه غذای خیلی خاصم خوردیم. دور یه میدون گشتیم به اسم پات. خیلی میدون قشنگی بود. یه زنبیل بود توش خورما بودش. بعد از گذر از اون رفتیم به سمت یکی از جاده های چابهار. جاده از چابهار بود که دور و برش بسیار زیبا بود. درخت های بزرگ، نخل های 20 ساله اینا قرار داشت و تعداد نخل هم خیلی زیاد بود. طوری بود که خب اگه بهش مثلا میگه هر نخل، اینطور که خودش میگفت، سالی 1,000,000 محصول میده. این جای فکر داره که چند تا نخل بود، خیلی زیاد بود. بعد نخل ها باعث میشد که زمین ها از هم جدا بشه، یعنی یه جورایی مرز بین زمین تا زمین بعدی هم بودش. توی زمین ها شتر هستش، گاو هست، خر هست، حیوانات محلی که دیده میشد اونجا. و خب محصولاتی مثل شیر شتر، پشم شتر، شیر گاو، اینا از اون حیوانات گرفته میشه. خیلی کمک کننده است برای امرار معاش مردم این منطقه. جدا از اینکه حالا خود خرما هم میتونه محصولشون باشه و زندگیشون رو بچرخونه. و اما غذایی که خوردیم چندین غذا بود. حالا من یکی میگم. رفتیم اونجا و یه غذایی بود که اسم غذا الان یادم نیستش، ولی چنانچه یادم اومد براتون توی پادکست های بعدی میگم. به این صورت بود که یه برنجی بود، مثل برنج که با ماهی میخورن، برنجی که با سبزی درست میشه، سبزی پلو مانندی بود یا چیزی. بعد یه طرز طبخی داره این گوشتا، اینطوریه که گوشتو بردار، گوشت گوسفند رو توی آفتاب بذار خوش شه و وقتی خوش میشه، البته با ادویه و اینا خوش میکنن، توی برنج میذارن تا بپزه. و البته توی برنج نبود، اینا جدا پخته بودن و جدا مثل که میشه پخت. و خب یه مزه و عطر خیلی سمت هندو میگیره. من هند نرفتم، خودشون میگن از زاهدان هر چقدر به سمت هندوستان حرکت میکنیم غذاها تندتر میشه. مثلا پاکستان به سمت هندوستان میریم غذاها تندتر میشه. و خب البته با اینکه تند نبود ولی خیلی ادویه داشت. گفتش که ادویه زیادی توش استفاده کردن. اسمای محلی خودش هم داشت اون ادویه ها که مثلا یادم نبود چیا توش هستش. بعد آره این گوشت رو کنار برنج میزنن و میخورن. البته یه مرغ هم بودش که مرغش خیلی تند بود، من نتونستم بخورم و همون گوشت رو خوردیم. خیلی چیز جالب و خیلی خوشمزه‌ای بود. البته میگم مزه شبیه هیچ غذایی که من تا به امروز خورده بودم نبود. یک غذای بلوچی خیلی خاص و ویژه بود که مختص همینجاست فقط. فکر نمی‌کنم جای دیگه بتونید پیدا کنید. و اما مرحله بعدی، یعنی بعد از غذا وارد مرحله جدیدی شدیم. توی این مرحله هیجان انگیز بود چون رفتیم توی مزرعه و بلال کندیم. بلالای کوچیک بود، بزرگ بود و اینا. و یه گوشه‌ای چوب جمع کردیم، آتیش روشن کردیم، هم آب جوش آوردیم برای
چای آتیشی هم بلالا رو سرخ کردیم که بلالا رو درست کردیم خوردیم. بلالا خیلی خوشمزه شده بود. بلالاش میگم بلالای محلی همینجاست و ما پوستاشو کندیم یا لختش کردیم، انداختیم تو آتیش و اونجا درستش کردیم خوردیم. و خود این رفیقمون همه اینا رو تو جلدش گذاشت، تو همون پوسته کاغذی تو پوششش گذاشت انداخت تو آتیش که مزه اونی که تو آتیش انداختیم خیلی متفاوت شد از مزه اونی که مستقیم رو آتیش بودش. این که مستقیم رو آتیش بود سیاه میشد و خب این مسائلش بود، ولی اونی که با پوشش بودش و توی آتیش بود اصلا سیاه نمیشد ولی پخته میشد کامل مغزش. من نمیدونم اصولش چجوری ولی کامل پخته میشد و خیلی هم خوشمزه بود و خیلی میچسبید توی. البته هوا خیلی اینجا گرمه، الان آبان ماه هستیم یا به قولی چی گفت 21 آبان هستیم. 21 فکر کنم امروز شنبه هست و من هم لشکر شکن هستم اینجا استودیو صداهای همراه. خب موضوعی که داشتیم گفتیم، بعد از اینکه بلال رو جمع کردیم آتیش روشن کردیم خوردیم آبجوش گذاشتیم که خیلی هم چسبید، ما رفته بودیم توی یکی از مزرعه هایی که حالا میگفتش جو کاشته با علف، جو علف کاشته بود و ما روی اونا چیز انداختیم، حصیر انداختیم، نشستیم چند ساعت و جالبه که اصلا متوجه نشدیم چند ساعت گذشت که اونجا ما نشسته بودیم و دیگه ساعت 4:30 بود خواستیم بلند شیم که دیدیم هوا اصلا داره تاریک میشه. نیم ساعت بعدم غروب شد، اصلا کلا هوا تاریک شد. خیلی سریع طلوع میکنه آفتاب و خیلی سریع غروب میکنه آفتاب، خیلی زود هوا تاریک میشه. از اینکه خط استوا هستیم خیلی خیلی هوا گرمه و میگم ما با بافت اومده بودیم از تهران و الان یه زیرپرنی که نه مثلا تیشرت هایی که تو تابستون میپوشیم و بردیم اینجا و خب الان ایران شهر هستیم، یعنی 5 ساعت 7 ساعت تا چهاربهار فاصله داریم. به محض اینکه بریم وارد چهاربهار بشیم گفته میشه که هوا خیلی گرمتر از اینجا میشه و خب یعنی احتمالا باید یه شلوارک میآوردیم با خودمون که بپوشیم اینجا. بعد خب ما اینجا یه دوره همی هم داشتیم دیشب که ساعت 7 شب رفتم با حبیب البته رفتیم و ساعت 10 هم اومدیم. پذیرایی های اینجا شامل میوه های محلی اینجا میشه که سیب هستش، لیمو شیرین هست این فصل و موز هستش. موز رو خیلی پیشنهاد میکنم حتما توی زاهدان استفاده بشه، چون یک موزهای کوچیک خالداری هست که بسیار خوش عطر و بسیار خوش طعمه و خب ما مزهش رو توی سمت تهران تا حالا یعنی نه که چک نکرده باشم خیلی کمه، بیشتر توی سمت تهران موزهایی هست که خیلی بلنده و خیلی حالا ممکنه مزهش کمتر باشه، ولی این موضوع خیلی کوچیک بود و خیلی خوش طعم و خوش مزه بود. پذیرایی این چنین میشه خیلی جالبه که مثلا که میشینی یه جا یه پارچه آب برات میارن و من متوجه شدم که این کار یک احترام هست که صاحبخونه برای شما میذاره، لیوان با یک پارچه آب که خیلی هم میچسبه. نمیدونم این حالا جریانش چه که البته بعدش چای هم میارن، پذیرایی چایی هم میشید، ولی این آب من برای دومین بار بود که دیدم تو خونه محلی ها داره این اتفاق میفته. خونه ها اغلب لوکس نیستش که بگی مبل های آنچنانی یا مثلا استایل خونه طوری باشه که کفش مثلا پارکت باشه یا دیوار کاغذ دیواری باشه. خیلی ساده است خونه ها، زمین همه موکت و فرش و سنگ
و دیوارا همه گچیه، ممکنه یه رنگی هم داشته باشه و دور تا دور پشتی میذارن و اینطوری تزیین شده خونه ها. یه تلویزیونی یه گوشه ای هست و خب به حال داره امورات میگذره. خودم شاید براتون جالب باشه که درباره سبک زندگی هم اینجا البته من دو تا خانوار رفتم که این شکل بود، ممکنه طور دیگه هم باشه، من اطلاعی ندارم، اون چیزی که دیدم رو صرفا دارم میگم. ولی خب خیلی مهربونن، خیلی مهمون نوازن. این از قلم نندازن که خیلی کیف میده وقتی اینجا هستی و آشنایی داشته باشید. خیلی نگاه های بدی توی ذهن من به وجود آورده بودم قبل از اینکه بیام و خیلی بیشتر احتمال خطر میدادم تا این که این کاملا برعکس این زمینه. البته دیشب که ما مهمون دوستان بودیم صدای گلوله بود، صدای چی بود چندین بار شنیدیم، حدود 7 بار 8 بار صورت تکتیر یک چیزهایی رو اونجا شنیدیم، صدا می اومد و خب میگم این چنین بود، یعنی چیز نبود که به ما کار داشته باشه. ساعت حدود 10 شب بودش و با شما هستیم با پادکست چمدون. حالا بقیه ماجراها هم براتون تعریف میکنیم. امیدوارم ایامتون خوش باشه، هر جا هستید دلتون شاد باشه. خدا نگهدار.